اول میام قسمت های تیره ترم رو میزنم. این چروکاشو میام با لکه خیلی پرآب اول میزنم. حالا اینجایی که تیره تره و یکم میام تیره تر تزریق میکنم. این تیره هاشو یه ذره توش اضافه میکنم. یهو همون اول نمیام تیرشون کنم. با یه فاصله 1 میلیمتری از لبه اینجا که زدی این وسط رو میزنی. این ورش هم که دوباره یه فاصله 1 میلیمتری و ادامه شلوار میشه. جای پاچش هم در امتداد همین خطی که اینجا داره یه دونه تیره میزنیم. اینو اینجوری میکشم. ببین این زبرا باید فشار دستت خیلی کم باشه و مقوات خشک باشه، قلموت هم پر آب باشه. این لبه اینجا چون تیره تره یکم تزریق انجام میدم. اگه یک سری خط هم بخوای توش ایجاد کنی تا این خوش نشده، آره بکشی کنارش که این خطا یکم حالت فیلتر پیدا کنه.